روز بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. چه خیلی میگن روز غور همین گپ راسته، برای که اینا با ما بانک خرید آوردم. نصیب باشه چی میکنم. اینجا خیلی بکلاجان آوردم. این بکلاجان این روز نیو پگا میکنم تیار. اینا زیلینگ گرفتم، پامیدور، اینجا بودرینگ یا نموده که بودرینگ با کرشکه اون تمام شده بود. نم کرشکه و نه خیلی مرچ گرفتم. شیر باشه برای بلینچ پزی چند قشی دایی خرابگی ما شیر نمیام. بعد ای بازار گرفتم. چی میکنم اینا ای سالته که بچه میکنن پامیدور و بودرینگ و همه چیز زنده همو تا محکم میکنن و ریزه میکنن با ساک خودش. هم خیلی چی کنم میگم هم خیلی بانکه کنم چند قای میبینم دلم دارم خیلی هم کشوله گفتم محکم کدامونیم هیچ نه یا سه تا بانکه را هم خیلی محکم میکنم. بعد اینای موندگیشه نصیب باشه ایکرا میکنم با بانکه میگیریم با وارینی سیبی با میکنیم نصیب باشه. اینم خیلی نقشه دارم همی 8 تا بانکه را همی 2 روزه محکم کرده با بگیریم یا 1 لیتران همی خیلی اینم خیلی دوستانی عزیز حاضی همش میگیرم میشوم ریزه میکنم با نشون میتیم کدام نموده گفته استم. اینم خیلی همه محصولات را شستم. اینا با پیاز گرفتم 5 دانه برگاز که داشتم خانه ده. خیلی بودرینگ 1 کیلو، پامیدور 2 کیلو، بانچای گشنیش 2 تا، 1 تا امو چسنوکی پتونه نمی قچی همش ریزه میکنم. حاضر ریزه کرده شدم با نشون میتم. همین سالاد به حد معقول شد، به حد دلم کشید که یک ای همین هم بکنم برای همین حاضر همش ریزه میکنم با نشون میتم تو دوستانی عزیز. بعد ریزه کرده شدن خیلی ریزه را هم میتونم میده همش ریزه میکنم. رنگ سالاد که در چی میکنیم در آش همو خیل رنگ وای ریزه میکنیم همه محصولات را. نمیخواد همه محصولات رو ریزه کردم. پامیدورش در تک، پیازش هم خیلی ریزه کردم. کلون گفته نمک میکنیم شه اوزو ممکن پاستا رفته باشه. نمک بعد روغن همش نمیاندازم برای که بسیار بد میشه نمیشه میاندازم. وقتی که انداختم که یک جویه میکنم میشه شروع کنم تو که همه جوش نمک دارد شود. انا خیلی یک جویه کردم اگه میمونم که کم ترک آب ببروره بعد در بانک‌ها پر میکنم. دوستان عزیز خیلی آبش بسیار شده اینا از میگیرم بانک‌ها را پر میکنم. چه خیلی گفتم 3 بانکه میکنم. 3 بانکه دا میاندازم زیادی کرد. اگر زیادی کرد میگیریم میخریم خیلی میچشم قب مزه است که میگیرم میاندازم از بانک‌ها دا با نشون میتیم با بعد انداخته شدم. دوستان عزیز انمی 3 بانکای تو غرشین انمی دادرونش اگر یگان شو موندگی باشه تمام عمیقه از میگیرم ایرا آوشه ده همیان میریزم. کم کوشش میکنم که همش تا یک چین بیایم ممکن پرم بشون از میریزم شونه. این خیلی عمیقه شد. این ایش نمیدونم برای چی پر شدی تگوش نرفته ممکن برای وای باز با یک قاشق خیل میکنم تگوش برای بعد دهناشو محکم میکنم و در دیگ پلاتینسه میمونم باز با نشون میتونم خیلی و یک با قاشق چکنم تگ برای آوش. این خیلی موندم من اکو آو میریزم آوی خنکاگ میریزم
برای که تنهای بانکوک نکنازی میمونم. بعد که جوش اومد باید تو میمونم. وقتی که جوش اومد بعد جوشیدنش باید 30 دقیقه دیگه میجوشه و میگیریم افسوس میاندازیم محکم میکنیم. تمام. نمی قواب دوختم میمونم وقتی بالای پلیتکی بجوشه. نمی خیلی جوشیدنش سر شد. اما که در مینود میمونیم. در 40 مینود مونیمش خیلی وجوشه بعد چی میکنیمش. نه یورم نگاه کنید وقتی که جوشیدن میگیره بانکو هم جوش میاد خاکی درونشون. نمیخواد خیلی 40 مینوت دیگه بجوشن مایده بعد محکم میکنیمشون. دوستان عزیز نمیخواد جوشیده شد 40 مینوت هم گذشت. نمیخواد میکشوی نگاه که پر شدیان جوشیده است نمیو بگو نه جوشیده است بودن نه پر شدیان نمی آش اکیده کجاش تا اکسوس میدازی نمیدونم. نگاه نکن بیچ کده جوشیده است مایده حالا که میفرورم کم تر اکسوس میاندازم و محکم میکنم. اینه میخواد گرفتیم دوستانی عزیز میکشم این علاقه اینمی بودرینگوش نگاه چخاله رنگش دیگه کده یک کمی قشقچه مایدک اکسوس میاندازم شد. انا بعد محکم میکنم شد. همشه که محکم کرده شدم با نشون میکنم. اینه میخواد دوستان عزیز محکم کردم خدای چی نشون. کسی هم محکم میکنه با یک روزی امید محکم میکنه. یکم بار خیلی کدیستم این آدم ها رو میبینم ذوق میتیه برای امون خیلی محکم کردم. در اینجا باشه ویدیو رو به پایان میرسانم تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشد. خدا نگهداری هر یکی ما و شما باشد. خیر دوستان عزیز اینجا چون هر وقته فریضه اینه ها در برای تلفن نیست دیگه. اینجا بیرون برمدیم جواتکی کلوب نیچکی خردگیم لیمون تروش کو بخو همه شده همه شده تو میدونی همه شیرین شده نه فشه داره چه خالش شدی؟ شیرین شده